گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. بی سجده به درگاه خدا راه نتوان یافت. گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. گنجینه در این عالم ویران نماز است. توحید بود باده و پیمان نماز است. گنجینه در این عالم ویران نماز است. توحید بود باده و پیمان نماز است. به سجده به درگاهی خدا ره نتوان برد. گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. به سجده به درگاهی خدا ره نتوان برد. گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. این بار عظیم است که بر کوه گران است. این نور درونی دل عشاق نهان است. غافل جز تعظیم خدای تو چی دانی؟ یک سجده آگاه بهای دو جهان است. گنجینه در این عالم ویران نماز است. توحید بود باده و پیمان نماز است. به سجده به درگاهی خدا ره نتوان برد. گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. در دل تو درد و غمی عشق خدا نیست. این صله و تسبیح تو جز بحر ریا نیست. گر عشق ز چشمی تو روان نیست. یقین است که اندر دل سنگین تو یک ذره صفا نیست. برخیز که این عمر تو چون باد روان است. بنگر که اجل در پی هر پیر و جوان است. با گریه مصفا بکن آینه دل را. تا کی همه دعوای تو از روی زبان است. برخیز که این عمر تو چون باد روان است. بنگر که اجل در پی هر پیر و جوان است. با گریه مصفا بکن آینه دل را. تا کی همه دعوای تو از روی زبان است. این بار عظیم است که بر کوه گران است. این نور درونی دل عشاق نهان است. غافل جز تعظیم خدای تو چی دانی؟ یک سجده آگاه بهای دو جهان است. چی گپ است؟ درباره عملیاتمان که بیرون از مرز صورت گرفت خبر پهن میکنند.
کن اکران را فعال کن. خوب شداست. لیندا گاسوین به هلاکت رسید. بینندگان گرامی، با توجه شما می‌رسانیم که گاسوین در نتیجه عملیات به هلاکت رسیده است. لیندا گاسوین خبرنگاری مستقل بوده تا سالهای آخر در خارج به سر می‌برد. در اظهارات آمده است که در خارج مرحوم به کارهای خیریوی مشغول بوده است. قماندان گذارید باشه. اما سربازان با استفاده از هواپیماهای جنگی خود نامبرده را نابود نمودند. در نتیجه همین عملیات لیندا گاسوین کشته شده است. مرگ خبرنگار مستقل تمام جامعه جهان را شدیداً نگران نمود. تا حال ترک ها در این باره یگان واکنش نکردند. همچنین کشوری که لیندا شهروند آن می باشد یگان اظهارات نداده است. الحال بسیاری از